یکی از خطرناکترین و بی‌رحم‌ترین چیزهایی که میتونه سیستم ایمنی تو بکشه و از بین ببره رو میخوام بهت بگم. نمیدونم برای چقدر میتونه مهم باشه. یکی از چیزایی که ما میخوریم و میاد سیستم ایمنی رو به اصطلاح از بین میبره، قشایی که دور سیستم ایمنی هست، گلبه‌های سفید رو از بین میبره و خب اون به اصطلاح قسمت داخلی گلبه سفید وقتی که وارد جریان خون میشه میتونه ایجاد التهاب بکنه و التهاب توی اون منطقه افزایش بده و خب همین باعث میشه که مابقی گلبه‌های سفید هم وارد عمل بشن و خب اونها هم توی همین چرخه التهاب وارد بشن. چیزی که ما داریم به صورت روزمره استفاده میکنیم و خب خیلی به سرعت و خب خیلی قوی و وحشیانه میتونه گلبه‌های سفید ما رو از بین ببره و شاید خیلی حواسمون نباشه. وقتی که ما از قندها استفاده میکنیم، از شکرها، نباتها، نوشابه‌های انرژیزا به مقدار خیلی زیاد استفاده میکنیم، میاد داخل بدن ما یه سری فاکتورهای ایجاد میکنه که گلبوله‌های سفید ما میان برای اینکه اونو از بین ببرن میخورنش و خب خودشون توی همین فرآیند از بین میرن و خب اضافه های اون گلبول سفید وقتی وارد جریان خون میشه ایجاد التهاب میکنه. اگر میخوای سیستم ایمنی تو به سلامت نگهداری باید حواست باشه که توی مصرف شیرینیجات، قندها، گلوکوز حداقل رو رعایت بکنی و خب کمتر استفاده بکنی که بتونی سلامتی کامل رو برای بدنت داشته باشی. در هر حالت اگه درگیر بیماری‌های خود ایمنی هستی میتونه بیماری تو شدیدتر بکنه و خب علائم بیماری‌های خود ایمنی مثل پسوریازیس، روماتیسم مفصلی و امثال هم رو تشدید بکنه. حتی میتونه ارگان‌های دیگه هم تأثیر بذاره. حالا این محتوایی که بهت گفتم خیلی مهمه و میتونه جون خیلی از عزیزان رو نجات بده. برای همین اگر داری این محتوا رو میشنوی حتما برای عزیزان خودت هم ارسال بکن تا هم استفاده بکنن. و در آخر پیج ما رو فالو بکن که از اطلاعاتی که در اختیارت میذاریم میتونی استفاده بکنی.